صبح 13 اپریل بیش از 20 ساکن شهر خوجند با طلب بازپس گرفتن خانه‌هایشان در نزد بینای حکومت جمع آمدند. 32 حوالی این ساکنان را شرکت ساختمانی حسن‌آرا یک که مالکانش شهروندان چین هستند سال 2015 در خیابان رحمان نبیف ویران کرد تا سلسله بناهای بسیار آشنا بسازد، اما دیرتر از اجرای طرح دست کشید. و همه تاثیر که دیگه حوزه همین عصبان همه زی قامه 6 سال پایدیم به امید. این عائله ها زیاده از 5 سال باز در خانه های اجاره زندگی میکنند. هرچند پول اجاره را حکومت خوجند میدهد، ساکنان میگویند انتظاری زیاد آنها را نگران کرده است. آدمشون نمیبرد даже когда чего и как. خودشون نمیدونن این 6 سال داریم در گشتن 3 جا کشور داشتم بچه‌م. کسل شدم، کسلای نهایت گنده شدم. باور مونید عیشو به همین وقت. حاضر کجا زندگی میکنید شما؟ حاضر ما اجاره ده. مبلغش؟ دو دوستی مبلغ دو دوستی همین جنجال کلی اونده مبلغ میرویم و اجاره پولی ده. شهردار خوجند روز 9 فوریه در نشست مطبوعاتی گفته بود به کمیش تا آخر ماه مارس امسال به عائله هایی که ضمن طرح شهرک چینی از خانه هایشان محروم شدند منزل خواهند داد. مسئولان حکومت میگویند بینای 9 آشانه در محله 18 شهر خوجند آماده است و به زودی سپرده می شود. گپ در سر آن است که امروز خود در میان ساکنان برای موافقه انتخاب حجره ها بخصوص در آشانه های 1 2 یا که بلند آشانه این در حالی که در این بینای بلند آشانه 9 آشانه لیفت هست، کار میکند، فعال است. ساکنان به موافقه نرسیدند. خودی در میان ساکنان چنین موافقه حاصل نشده است. با وجود این مقامات تصمیم دارد اقدام گرفته است که در پی گذراندن یک قرعه کشی و چنین بحث‌های داخلی ساکنان را نقطه گذارد. طرح محله که آن را چاینا تاون مینامیدند در نزدیکی رود سیر ماه اوگوست سال 2015 با مدیر کل شرکت پکین جاو شینجا و گروهی از معماران چین نهایی شد. بر اساس طرح در اینجا باید 15 بنای بسیار طبقه برای 1200 عائله، مکتب 4 آشانه و دیگر انشاءات اجتماعی ساخته میشد. شهرداری میگوید این شرکت با سبب بلند بودن سطح آب و مسائل دیگر شهرک را نساخت. مسئله های دیگری بین مقامات تاجیکستان و شرکت چینی و ضرری که از این طرح اجرا نشده پیش آمد معلوم نیست. جانب چین تا حال در این باره اظهار نظر نکرده است، ولی اکنون تاوان خانه‌هایی را که شرکت چینی ویران کرد و نساخت حکومت میپردازد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.